بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. من سوال دارم. سوال من همین است که شما در مسجد شکرخان در نماز جمعه امر کردید که روز قیامت تا 4 سوال را بنده جواب ندهد از قبر بیرون نمی شود. همان سوال ها از جانب خدا به سوی بنده اش چی بود؟ جواب گویید. خدا همه دامله های تاجیکستان را نگه دارد. خدا شما را هم نگه دارد. ما در مسجد شکرخان بله همین نزدیکی قط یک برآمد داشته بودیم که بعضی از برادرها شاید بودن. همونجا گفته بودیم لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمره فیما افنا و عن جسمه فیما ابلا و عن علمه فیما فعل فی و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه. اکنون من مختصر میگذارم برادر عزیز، فقط شما هم فهمین که از 4 سوال خداوند روز قیامت ما را در نزد قبر ما میپرسد. حال قدم نازده. یکم عمر در کدام راه صرف شد. خب اینا را که سوالی هست که شماها باید چیکار کنیم؟ همه کسا تیار کنیم. عمر در کدام راه گذشت. دویم سوال جسم، دست ها، پایه ها، چشم ها، گوش ها در کدام راه خدمت کردند. دویم سوال. سوم علمی که به تو داده بودیم علم پنهان کردی یا علم از بنده های خدا ترسیدی و حقش نگفتی یا علم فقط برای درآمد جیب خودت استفاده بردی یا با علم مردم همه را تلاطم انداختی، اختلاف انداختی، فتنه انداختی، مردم به گروه ها تقسیم کردی. از علمت خدا میپرسه. ان علمی فیما فعل فی. از علمت میپرسیم چیکار کردی با این علم. چهارم از مال پروردگار میپرسد. 2 سوال از مال. 2 سوال است. من این اکتسبه و فیما انفقه. از کجا منبع درآمد داشتی، در کجا صرفش کردی. اینا را ما باید تیاری داشته باشیم. انشاءالله این بسیار شرح کلان طلبی یک جمعه قطعا بود نمیشود، لیکن انشاءالله فکر میکنم که برای ما و شما کفایت میکنه. لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء. زیرا حبیب خدا میگوید هیچ چیز در پیشگاه پروردگار مکرمتر و با عزتتر از دعا نیست. ببین ما و شما یک توده بندگان پروردگار وقتی دست میبرداره مثل یک شخص طلبنده، الله همین عمل ما را دوست می‌دارد. عملی که از ما و شما به وجود می آید این حالت دیدگی در پروردگار خوشنود می شده است. زیرا الله برای بندگانش مهربان است. الله می خواهد خواهشات ما و شما حاصل شود. از این خاطر دعایی که حبیب خدا می کردن میخواستم با شما دعا کنیم. اللهم عافنا فی بدننا، اللهم عافنا فی سمعنا، اللهم عافنا فی بصرنا، لا اله الا انت. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر و نعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت. پروردگارا ما یک گروه بندگان در گناه و در سهو و در غلط آلوده هستیم. بازم این از ذات مبارک تو مسئلت داریم که خداوندا پروردگارا عافیت نگهدار، تندرست نگهدار بدنهای ما را و خدایا صحت و سلامت نگهدار شنوایی ما را، صحت و سلامت نگهدار
بینایی ما را. پروردگارا قرآن را در دل ما بهار دل ما گردان، روشنی سینه ما گردان. خدایا قرآن را برهم دهنده و نابود کننده غم و اندوه ما بندگانت گردان. خدایا به سوی تو دعا میکنیم از کافر شدن و نزدیک شدن به عملهای کفر و به سوی تو پروردگار. خواهشات ما بندگان این است که هیچگاه نگذاری که مسلمان دستنگر کافر شود و هیچ وقت پروردگار کافر بالای مسلمان هیچ وقت غلبش موفق نگردان. و خدای مهربان ما را از تنگ دستی و بینوایی و ناداری خدایا نجات بده. پروردگارا بجز ذات تو دیگر هیچ کس نداره. خود فرمودی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولا تموتوا الا وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بندگانی با ایمان من از من بترسید. خدایا ترس خودت را، هیبت خودت را در دل ما بندگان جایگیر بگردان. خدایا مسلمان آمدیم، از دنیا مسلمان سفر کردن را برای هر کدام ما موفق بگردان. حبیب خدا گفتند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. کسی آخران سخنش لا اله الا الله باشد جنت می رود. خدایا در حالت نزع جان این کلمه زیبای لا اله الا الله را به زبان ما جاری بگردان. خدایا ما را بنده های محبوبت قرار بده. در دل ما بندگانت محبت ذات خودت، محبت محمد، محبت قرآن، محبت چهاریار اصحابت را خدایا جایگیر بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز و گرامی، جمعه هایی که از ما و شما پسی سر می شود و هر هفته جمعه نو برای ما و شما حاصل می شود، موعظه هایی که داریم اطراف یکی از مجاهدان راه اسلام، یکی از دلسوزهای دین اسلام، یکی از پشتیبانهای حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه می باشد. انشاءالله من این جمعه و جمعه آینده را هم بهر فضیلت حضرت این بزرگ خدا می بخشم و حتی از پروردگارم باوری کامل دارم که اگر 10 جمعه را اطراف حضرت من صحبت کنم، والله که من دلیل ها و حجت ها و کتاب ها در پیش دارم. لیکن به هر حالم که باشد برای شما یک چند جمعه دیگر بهر فضیلت ایشان صحبت ها می کنم تا که باز برای شما خاطر رسان می کنم که شما این دوستان خدا را شناسید تا که در پیش کدام از شما روز بروز فتنه ها و روز بروز خطرهای زیاد در اسلام ایجاد می شود و شما روبرو می شوید. من خاص از برای خدا این موعظه ها را به گوش شما می رسانم و شما را بیدار می سازم که اینها چی کسانی و چی شخصیت هایی بودند که در دوره های رسول اکرم حیات به سر بردند. یک 2 روز یا 3 روز پیش از قرغان تپه شخص به ما سوال داد. راستی باروی من برادرم گفتن نمیتونم. از ما سوال کردن که ما آگاه شدیم که شما چند جمعه هست که اطراف چهاریار پیغمبر صحبت دارید، لیکن از شما ما خواهشمان همین است که آن چیزی که حقیقت است و یا بیان کن. ما با برادر جواب گفتیم که
من نمیدانم حقیقت شما چی را در نظر دارید. هر حدیث که میخوانم والله که اکثریت او از صحیح بخاری است، اکثریت او از صحیح مسلم است و هر کدام او به خود راوی دارد، سند دارد. از او چیزی بیرون من برای شما تا حال نگفتم. لیکن وقتی این برادر عزیز یا گویم یک شخص گفتن که حضرت عمر و حضرت ابوبکر و حضرت عثمان، اگر انسان اگر نسبت اینها تحقیر کند یا اینها را پس در چشم مردم نشان دهد گناهکار نمی شود. باور کنید ما از این جمله ها ناراحت هم می شویم، لیکن هزار فضل خدا را می کنیم که امروز ما یک بندگان نالایق یک چند حرف آموخته است که به گوش شما رسانم تا که شما هم پیروی این گونه شخصان جاهل نباشید، تا که پیروی این گونه شخصان گمراه شما هم نشوید. هزارها شکر به سوی خدا میکنم. شخصی که آشکارا پیغمبر خدا گفت عمر تو در جنت هستی، آشکارا 10 یار بهشتی، چگونه این گونه شخص من صفت نکنم؟ شخصی که در دوره های خلافت خود 1036 دولت را فتح کرده، اسلامی کرده است. شما تصور کنید برادرای عزیز، 1036 دولت با اطراف های کوچک هایی که داشتند، همگی در دوره های خلافت حضرت عمر از آن دین های بیکاره و بیهوده‌ای که داشتن نجات یافتند، همگیش مسلمان شدند. آسان است 1036 دولت. شخصی که در دوره های خلافت خود 4000 مسجد 5 وقته ساخت. 4000 مسجد 5 وقته در دوام 10 سال و 6 ماه و 5 روزی که حضرت گویم در خلافت نشستند، ملک در زیر تصرفش بود، 4000 مسجد ساختند. آیا این فضل نیست؟ این بزرگی نیست؟ شخصی که در دوام حیات خود 900 مسجد جمعه خانی ساختند، این فضل نیست؟ کی می سازند؟ امروز مسلمان های ما مسجد بد میبینند. امروز مسلمان های ما و شما به مسجد آمدن در تنقیصی دارند، تنبلی دارند. حضرت 4900 مسجد که از این 4000ش 5 وقته 900 تا این نماز جامع بود در حیات خودش ساخته دادند. دو امپریای بزرگ، یکی روم یکی فارس شکست دادند. ببینید دو امپریای بزرگ در مقابلی 30,000 لشکری که به سوی امپریای فارس کشید، از امپریای فارس 120,000 عسکر بود. این فضل خداوندی است. چگونه این شخص ما و شما صفت نکنید؟ این ارزنده است. خدا رحمت و مغفرتشان کند. من از پروردگار همیشه خواهشم این است و دعام این است، خدایا اقلا برای ما بندگان ضعیفش یک روزه همین عملهای حضرت عمر نصیب گرداند، والله بس است برای ما. یک روزه عملش اگر در همین حیات 50 ساله و 60 ساله که ما گذرانیدیم، یک روزه عملش اگر خدا به ما توفیق دهد ما اجرا کنیم، قسم به خدا هم درمان قیامت من می شود، هم درمان عذاب قبر من می شود.
اگر یک روزه عمل حضرت عمر خدا برای ما و شما نصیب فرماید. یک روز از حیاتش میگذشت، 24 ساعت سپری میشد، در دفتر می نویسان که عمر چی ها کرده است. عمر در دفتر می نویسد از سحر خیستگی تا سحر دیگر کدام عمل ها از عمر سر می زند می نویسد. روز دیگر سحر در پیش خود یک چوبه را می گذارد و ورق می زند. هر عمل ناجایی که اگر از دست او میگذشت، از پای او میگذشت، از زبان او میگذشت، با این چوب و یا آداب میداد. کی میکند؟ کی میکند این کاره؟ از حیات ما و شما اگر 40 سال و 50 سال گذشته باشد، باور کنید بعض ما و شما در همون گناه های کردگی ما پروا هم نداریم، خطر هم نداریم، فکرم نداریم. میخواستم یک حدیث را از خود زبان حضرت عمر رضی الله عنه برای شما حکایت کنم. اینم از فضیلت حضرت عمر خبر میدهد. ان عمر رضی الله تعالی عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. حضرت عمر میگوید یک روز از روزها در نزد پیغمبر خدا همراه چند دوست دیگری پیغمبر خدا نشسته بودیم. اذ طلع علينا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. حضرت عمر میگوید با حبیب خدا صحبت داشتیم، ناگهان یک مرد بسیار لباس سفید داشت در پیش ما پیدا شد. بسیار لباسش سفید بود و بسیار موی سرش سیاه بود. لا یرا علیه اثر السفر. حضرت عمر میگوید به آدم مسافر تماما مانند نبود، زیرا آدمی که اگر راه طی کرده باشد او از گرد و از چنگ و از خاک خالی نیست، لیکن وجود این آنقدر پاکیزه بود، آنقدر لباسش سفید بود که حتی یک گرد در لباس او نبود. موی سرم آنچنان سیاه بود. در کتاب لباس که در اکثر حدیث های پیغمبر خدا می آید، رسول اکرم لباس سفید دوست می داشتند و ما و شما را به پوشیدن لباس سفید بسیار تاکید کردند و این چنین گفتند که مرده هاتانم با لباس سفید به قبر گرانید، مقصد کفن است. در دیگر حدیث پیغمبر خدا گفت لباس های سبز پوشید، زیرا که اهل جنت لباسش لباس سبز است. لباس سیاه هم سنت پیغمبر خدا هست، لیکن از کرته زرد پوشیدن پیغمبر خدا منع کردند. کرته های زرد نپوشید گفتند، زیرا این لباس اهل اسلام نیست، بلکه از غیر اهل اسلام است. حتی در یک حدیث هم یک اصحاب لباس زرد داشتن، پیش پیغمبر خدا آمدند. پیغمبر خدا گفتن از تنت بیرون کن. گفتن چیکار کنم؟ رنگ دیگرش دیم؟ نه، گفتن رفته سوزانش. گفتن حضرت عمر میگوید به آدم مسافر مانند نبود. ولا یعرفه منا احد. چند نفری که در پیش پیغمبر خدا نشسته بودیم، کسی از ما این مرد نمیشناخت. آدم ناشناس بود. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه.
میگوید این مرد آمد زانو به زانوی پیغمبر خدا چسبانیده نشست. چگونه ای که سری زانو بسیاری از ما و شما عادت دارد می نشیند، یعنی از روی آداب است، همچنان سری زانو نشستند و زانوی خدا به زانوی پیغمبر خدا میگوید چسبانیدند و دستهاش این مرد در بالای رانهای خودش گذاشت. فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. حضرت عمر میگوید این مرد برابر نشستن گفت محمد صلی الله علیه و سلم ما را از اسلام خبر بده، دین اسلام چیست و آدم مسلمان کیست؟ حبیب خدا جواب گفتند ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت من استطعت الیه سبیلا. برادرای عزیز بسیار با دقت باشیم، تنی میفهمیم دین اسلام چی بوده است و آدم مسلمان کیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم دین اسلام اعلان کردند و هم آن کسانی که این عمل چنگ زننده باشند اونها را هم آدم مسلمان اعلان کرد. یکم گفت این که مسلمان آن شخصی هست که گواهی میدهد، شهادت میدهد که خدا یک و یگانه است و محمد صلی الله علیه و سلم بنده اوست و فرستاده اوست و پیغمبر اوست. یکم نشانه آدم مسلمان. دوم 5 وقت نماز ادا کردن است. سوم نشانه از مال زکات دادن است. چهارم نشانه ماه مبارک رمضان روزه داشتن است. پنجم نشانه حج کردن است، هر کسی را که اگر قوت حج کردن داشته باشد. ببینیم برادر عزیز اسلام ما چی بوده است؟ انا همین 5 چیزی که حبیب خدا گفتن انا این از دین اسلام و انا همان کس از مسلمان که چنگ زننده انا منها باشد. اگر امروز شخصی که دعوای مسلمانی کند لیکن با وجود پروردگار و با پیغمبر بودن حبیب خدا اگر باوری نداشته باشد وای مسلمان نیست. این نشانه ایمانداری هم نیست. و اگر شخصی که امروز دعوای مسلمانی میکند لیکن 5 وقت نماز را نمیخواند، مسلمانی بله مسلمان لیکن از نماز محروم است، نماز را نمیخواند، پروای نماز هم ندارد. یا شخصی که امروز مال دارد از مالش زکات پرداخت نمیکند. یا شخص مسلمان در ماه مبارک رمضان روزش میخورد. پس شما خودتان بها دهید آیا دین اسلام همین است و عمل آدم مسلمان همین است؟ و دیگر پیغمبر خدا گفتن حج کنید اگر قوت حج داشته باشید. امروز بنده های خدا خیلی بسیار شدن، آدم های پولدار، لیکن حج نمی روند، حج نمی کنند. یافتن یک بهانه، یک شعار، همین آدم های مسکین دست بگیر، دل یگان آدم آزار نده، خودش حج است. یا اینکه دلیل دیگر رو حضرت بر قصه بر زیارت کن، حج است. اینا دروغند، اینا دروغ هستند برادر عزیز. بله دل آزار ندادن نه برای حاجی بلکه برای همه انسان فرض و واجب است که دل هیچ بنده مسلمان آزار ندهی. برای همه ما و شما شرط ضرور است که دستگیر فقیر و مسکین باشیم، لیکن معنای را ندارد که من پول حج در آدمای فقیر تقسیم کنم و خدا روز قیامت به خاطر این مرا همچون عنوان حاجی ها و همچون در زمره حاجی ها محشور گرداند. این معنا را ندارد. من حج میکنم زیرا در گردن من فرض است و اگر خدا مرا توفیق و هدایت و غیرت داده باشد باز کمک فقیرها و مسکینها هم میکنم.
یا به زیارت حضرت برق، امروز که کتابچه ها برآمدن 3 بار زیارت کن حج نرو. این اسرائیلیات است برادر عزیز، این توصیه مردم یهود است. نمیخواهد که آدم مسلمان رفته کعبت الله را زیارت کند، نمیخواهد که مسلمان ها رفته انبوه مردم را در کعبت الله ببینند. مسلمان ها چگونه‌اند، چگل اتفاقی دارند، چگل زاره و تولا دارند. اونا را آدم مسلمان دیدن برابر باز محبتش به اسلام و به خدا زیاد می شود. به این خاطر هر چیزی خواستن نویساندن گرفتن، رو فلانی را زیارت کن حج می شود. اگر 3 بار نه 300 بار برو به خدا قسم، یک حصه حج تو را خدا در نامه اعمال نمی نویسد. 3 بار چی است؟ یا دیگر خواهشات من همین است دادر عزیز، از حج که آمدیم حاجی خوب شویم، حاجی با توفیق شویم، حاجی مهربان شویم. از جمله کسانی که دروغ گویند، خیانت کنند، دزدی کنند، فریب کنند، عرق نوشی کنند، فسق و فساد کنند، از جمله این گونه حاجیان نباشید. اگرچند که امروز این خبرها هم به گوش ما میرسد، برادرای حاجی از من ملال نشوند، ما خودمان هم حاجی هستیم. لیکن هر حاجی که اگر در این گونه راهی نادرست می رود، این یقینا است که حج او در پیشگاه خدا قبول نشده است. این سخن حضرت سعدی است: خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. حاجی با توفیق شویم، حاجی خدا تر شویم، زیرا ما بسیار چیزهایی را دیدیم که این مردم عادی و یا ندیدن. یا آمدیم اینجا صفت نکنیم که همه مسلمانی همیجا بده است، اونجا هیچی مسلمانی نیست. این دروغ است. اینجا پیش ما مسلمانی همون جا هست برادر عزیز. آیا دیدید در یگان کوچه یگان آدمی مست الست خواب باشد؟ دیدید؟ یعنی کوچه های خودمان با اون کوچه ها مقایسه کنیم. آیا دیدین که خانه های مسلمان ها را دزدی کنند؟ درت کلف است، گویم که با اصطلاح امروز سیگنالیزاسیا دارد، سگ است، باز همونجا دزدی است. کجا دست ما مسلمانی ما؟ مسلمان همین است که حق یک برادرش در بازار فریب میکنه؟ آیا همین است مسلمانی ما؟ مسلمانی همین است که در دوام 1 ماه 2 آدمی را که جنازه کردم هر دش گرچیک بودند. همین است مسلمانی ما؟ هر دش از گیر بیچاره گیر زدن، مرده رفتن، جنازه ما جنتش میبرد. اگرچند ما در پیش اونا گفتیم که این جنازه من به این هیچ منفعت نمیبخشد. و برادر عزیز یک مراجعتی دیگر دارم. امروز باز استفاده بردن همین دارو در بین مردم ما و شما اوج گرفته است. در کدام محله که همین گونه شخصانی که اینا میفروشند، لیکن شما خاموشی را اختیار میکنین، اینها را برده در همون اداره های دخلدار خبر نمیدهیم، قسم به خدا همه شما گناهگار هستید. همه شما گناهگار هستید. شما جنایت دیده میپوشین، شما غم یک برادر مسلمان تان نمیخورین. تا زمانی که این فروشنده ها اگر از بین نابود نشوند، فرزندای ما و شما در این راه روز به روز هلاک میشوند، نابود میشوند. سرچشمه پیدایش انمون خانه های هستند که اینها را میفروشند. این خبرکشی نمیشود، این خدمت در دین اسلام میشود، زیرا الله این حرام گفته است. به خدا بیان کردن، اسلام گفتن. این مرد چی گفت؟ صدقت، راست گفته ای محمد. فعجبنا، حضرت عمر میگن ما در تعجب ماندیم. یسألوه و یصدقوه، خودش سوال میدهد باز خودش تصدیق میکند که راست گفتی. باز سوال داد اخبرنی عن الایمان، ایمان چیست؟ اسلام و پیغمبر خدا بیان کردند. حضرت گفتند ان تؤمنوا بالله
ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و ان تؤمن بالقدر خیره و شره. قال صدقته. گفت ایمان این است که باوری کنی به وجود پروردگار، باوری حاصل کنی به آن کتابهایی که نازل شدند، قیامت کی می شود؟ قال مل مسئول باعلم من السائل. رسول اکرم به این مرد جواب گفتند از من دیده تو داناتر هستی کی قیامت می شود؟ من نمیدانم. گفتند اخبرنی عن اماراتها. این مرد به پیغمبر خدا گفت مادام قیامت آمدنش ندانی نشانه هاش بیان کن. چگونه نشانه دارد آمدن قیامت؟ حبیب خدا دو نشانه گفتند. همون دو نشانه امروز در جامعه ما و شما ظاهر و هویدا هست. ببین 1500 سال پیش پیغمبر خدا زمانهای ما و شما و من بعده ما و شما را الله که گفتند نشانه قیامت این است. یکم ان تلد الامة ربتها و ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان. دو نشانه. یکم پیغمبر خدا گفت این که مادرها خوجینهای خودشان تولد میکنند. ببینید مادر خوجین خودش تولد میکند. شارح های حدیث چی میگویند؟ شارح های حدیث اینا میگویند که دخترها بالای سر مادرها خوجین میشوند. دخترها دیگر مادرها را پسند نمیکنند. دخترها مادرها را پی کار میگیرند. این است یکم نشانه. آیا همچنان نیست؟ امروز این مسئله جامعه ما و شما را فرا گرفته است. امروز چه دخترها مادرها را زیر تحقیر و زیر عذاب و زیر گویم که سیاست قرار دادند، در برابرش فرزنده هم پدر و مادر پدر هم زیر عذاب و زیر فرماندهی قرار داده گیرند. این نشانه بود که پیغمبر خدا 1500 سال پیش گفتند. دادرای عزیز من باوری دارم که در همین مسجد الحال ما و شما کسانی هستند که پدر و مادرها از اونا راضی نیستند. خود الحال حضورت در همین نماز جمعه می آید شرکت می ورزد، لیکن با پدر و مادرش قهری است یا پدر و مادر از او راضی نیست. برادرای عزیز و گرامی به خدا قسم در دین اسلام آنقدر برنامه های زیاد برای احترام پدر و مادر وجود دارد. پدر و مادراتان احترام کنید، به قدر پدر و مادرهاتان رسید. وقتی که حضرت موسی علیه السلام بالای کوه طور برآمد، ببین برای چی برآمد؟ حضرت موسی را معجزش همین بود که با پروردگارش راز میگفت، سخن میگفت. این بزرگی حضرت موسی بود. خدا هم در سوره اعراف بیان میکند ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه فقال ربی ارینی انظر الیک. حضرت موسی وقتی بالای کوه طور برآمد همراه 70 نفر بود. همگیش سخن خدا را شنیدند، همگیش گفتگوی حضرت موسی را با پروردگار شنیدند. وقتی حضرت موسی میگوید با پروردگار که سخنرانی کرد، بسیار اشتیاقش آمد، بسیار ذوقش آمد و چی گفت؟ قال ربی ارینی انظر الیک. خدایا چه خوشنود بنده هستم، چه وقتی خوش دارم که سخن ذات تو را میشنوم، لیکن در برابر این پروردگار را بخواهم که جمال تو را ببینم. خواهشم همین است که جمال تا یک بار برای من نمایان کن. حضرت موسی و پروردگار این پیشنهاد کرد رب ارینی انظر الیک، نشان ده به من خودت را تا که من تو را ببینم. قال لن ترانی. پروردگار گفت موسی گفت تو مرا دیدن نمیتوانی، گفت مرا دیدن نمیتوانی، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. لیکن گفت موسی برای آن که تو باوری حاصل کنی که مرا دیدن نمیتوانی، به کوه نظر کن. اگر همین کوهی که در پیش توست
اگر طاقت دیدن من کند هر آینه من جمال ما برای تو نشان میدهم. سوره اعراف قرآن حکایه میکند. حضرت موسی میگوید به کوه نظر کرد، فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعیقا. خدا میگوید وقتی که ما با نور خود همان کوهی را که اشاره کرده بودم نگاه کردم که حضرت موسی هم نگاه داشت، این کوه مثل سربی را که آب بکنی آب شد، میگه به زمین ریخت. میگوید و خر موسی صعیقا. حضرت موسی برابر دیدن این میگوید از هوش به زمین زدن، بیهوش شدن. فلما آفاق، بعد چند مدت که حضرت موسی به هوش آمدن، قال سبحانك تبت الیک و انا اول المؤمنین. گفت پروردگارا پاک هستی تو، بزرگ هستی تو، توبه کردم به سوی تو و من اولین شخصی هستم که مؤمن هستم، ایمانی به ذات تو دارم. انا همین حضرت موسی که اینقدر با پروردگارش صحبت داشت، وقتی بالای کوه تور میبرآمد پروردگار چیز گفت؟ گفت موسی، گفت هر زمانی که تو بالای کوه می آمدی مادرت از پس دعا میکرد که فرزند من بنده هست، بنده به لغزش و به سهو نمی شود، از این خاطر پروردگار هر سهو و لغزش که کند او را ببخش. من تو را می بخشیدم، لیکن این زمان که مادری تو از دنیا گذشت، موسی در وقت سخنرانی با پروردگار بسیار با احتیاط باش. وقتی مادرش گذشت پروردگار دیگر بر موسی هشدار داد که وقتی سخن میگویی دیگر تو دعا کننده از پست نداری، از این خاطر بسیار هوشیاری را از دست نده و کاری کن با پروردگار بسیار معامله خوب کن. ببین اینم از بزرگی پدر و مادر خبر میدهد. حتی رسول اکرم رغم انفو 3 بار گفتند خاکالود باد بینی شما، خاکالود باد بینی شما، خاکالود باد بینی شما. گفتن این برای کی ای حبیبی خدا؟ من ادرک ابویه عند الكبر او کلیهما ثم لم يدخل الجنه، رواه مسلم. این در صحیح مسلم است. پیغمبر خدا گفت کسی که پدر و مادر در حال حیاتی دریاب میکند یا یکی از اینها را در حال حیاتیش دریاب میکند و جنت نمیرود، برای این گونه فرزند مردن بهتر است، زیرا جنتی تیار در پیش اونها بود. ببین جنتی تیار در پیش شما هست. اینها وجود پدر و مادر هستند، حضور پدر و مادر هستند. جوانای عزیز با قدر پدر و مادرهاتان رسین، انشاءالله پیشگاه پروردگار در شما اجر میگیرین. حبیب خدا یکم نشانه قیامت گفتن این است که پدر و مادرها مورد عذاب و شکنجه فرزندها قرار میگیرند. خدا رحمت کند حضرت حافظ وقتی که کلیات خوندیم حضرت میدانه شاید، ولی من اینجا باوری دارم بعضی طلبه ها نمیدانن حافظ کی تولد شده است. خیلی بی سوادن جوانای ما و شما امروز میلی به خواندن هم بسیارش ندارند، لیکن همیشه من تاکید کردم برای شما برادرای عزیز و گرامی، ما خودمان در مکتب بهای 3 نداشتیم، ما به 4 و به 5 خواندگی هستیم. شما را هم خواهشمان همین است که با سواد شوین، با علم شوین. من باوری دارم اگر همینجا کدام مکتب بچه را الحال من پرسم وای تولد حضرت حافظ نمیداند. حضرت حافظ 1320 میلادی به دنیا آمدند، 1389 از دنیا گذشتند. همگی گویم یگان 69 سال یکم 70 حیات دیدند. ببینین 700 سال پیش حضرت حافظ در زیر همین پیشنهاد پیغمبر خدا چی برای این فرزندهایی که پدر و مادرها را حرمت نمیکنند چی گفت؟ این چه شوری است در این دور قمر میبینم، این چه شوری است در این دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. ببینید هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. 700 سال پیش میگوید، زمانی شده است میگوید، اینقدر بدبختی میگوید، اینقدر گویم که ناحقی ما را احاطه کرده است. حتی برادری که با برادر در زیر یک کرپه کلان شدن امروز با یکدیگر دشمن هستند، با یکدیگر قهر و ملال هستند. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. حتی نمیبینم که پدرها، بعض پدرها حتی مهری به فرزند ندارند. بعض فرزندها با ما شکایت میکنن که از روزی که مادرمان گذشت پدرمان از زن دادیم دیگر در اون خانه برای ما جای نشد.
مقصد زن برای خود اختیار کرد، فرزندان همه را جواب داد که روین در زندگی ما چقه نشوین، هر جایی که میروی رفتن گیرد، تو با آداب میشوی، بی آداب میشوی، تو عرق نوش میشوی، زیناکار میشوی، کارم به تو نیست، رو زندگی ما در خلل نته. آیا همین گونه پدر بی رحم نیست؟ تو فردای قیامت از زن تم پرسیده شوی، از این فرزندات هم پرسیده میشوی که این فرزندان را تو در کدام راه تربیت کردی. اون روز برنامه را در تلویزیون دیدی، بسیار یک چیزی ناخوب از شهر نیست، به زبان من نمیارم باور کنید که مثال همون موی سفید با کی علاقه جنسی کرده است. بسیار بدبختی بود. میسته میگه مسلمانی در ماست، اونجا مسلمانی نیست. با نبیره خود نبیره، آیا همین به مهری نیست؟ هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهری نه پدر را به پسر میبینم. حضرت در دوام چی گفتند؟ ابلهان را همه شربت ز گلاب قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. ببین آدم ابله به تمام شرایط رسیده است، لیکن آدم با سواد و با عقل در پسترین طبقات زندگی دارد. بهترین شرایط برای آدم با معرفت و با سواد است و محروم است، لیکن آدم ابله به همه چیز رسیده است. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. مردمان روز بهی میطلبند از ایام، مشکل این است که هر روز بدتر میبینم. مردم هر روز با امیدن که فردا خوب میشود، فردا خوب میشود، لیکن من برای شما میگویم که تا رفت هر روز بد شده ایستاده است، بد شده ایستاده است. در دوام گفتن اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. این سخن حضرت حافظ است برادر عزیز و گرامی. این حضرت در دنیا نام دارد. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. طوق زرین زیب اسب داشت، لیکن در اسب جیل خر پرتافتن و جیل اسب در خر پرتافتن. ببینین هر آدم به خودش جای دارد، باید در جای خودش باید چیکار کنند؟ مسئولیت اجرا کند، باید در جای خودش باید آباد کنند، لیکن در جای خودش نیست. فقط زمانه چیکار کرده است؟ زمانه ای شده است که الله که گفتی حضرت عبدالقادر بیدیل خدا رحمتش کند، بابای مولا شریف خدا رحمت و مغفرت کند، در پیش حضرت ما چند صحیفه های حضرت بیدیل هم خوانده بودیم. در اونجا در کتابش آورده بود که زمانه کجرویشان را ببر کشد بیدیل، هر آن که راست بود خار چشم افلاک است. همین زمانه گو کج، آدمای هیلگر، آدمای نیرنگباز، آدمای کج تربیه میکند، لیکن کسی آدمی راست باشد او را هیچ وقت زمانه تربیه نمیکند، بلکه وای در چشم مردم خار است. گفتند از این خاطر این حضرت هم میگوید ببین این طوق زرین زیب اسب داشت، لیکن در گردن خر پرتافته داشت. خود همین حضرت حافظ هم یک شعر دارد: از تقاضای زمان گردش چرخی فلک، خیرس را گفتم تقای و خوب را گفتم امک. زمانی شد که دیگر چیکار کنیم؟ ما واری آدمای بزرگ، یک آدمایی که خرس طبیعت بودن، یک آدمایی که خوب طبیعت بودن، اونها را رفته امکی و تقه گفته، خطی اونها ما چیکار کردیم؟ معامله کردیم. انا حضرت همین بیان دارند: دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. حضرت گفتند زمانی می شود که ببین زمانی شد است که دخترها هر روز با مادرهاشان و پدرهاشان جنگ و جدل ها دارند، خواب نافهمی ها دارند، نابسامانی ها دارند. پسران را همه بدخواه پدر می بینم، پسرها را هم می بینیم که بدخواهی پدرشان می کنند. در آخر حضرت گفتند پند حافظ شنو خواجه برو نیکی کن، که من این پند به از گنج و گوهر می بینم. اگر پند مرا گوش اندازی بچم گفت، آن چیزی که گفتم برای عبرت گفتم، یکی نکند که شما ملال شوید گفتم، یکی نکند که شما دلتان غم فرا گیرد، بلکه هر چی گفتم برای تعلیم زندگیتان گفتم، هر چی گفتم در زیرش سند دارد، در زیرش دلیل ها دارد. ملال نشوید بلکه چیکار کنید؟ اصلاح شوید. حضرت گفتند یکم نشانه پیغمبر خدا ان همین بود. دوم چی گفتند؟ انتر حفات العرات العاله،
زمان می شود که آدمای پایلوچ، آدمای گرسنه، آدمای تن برهنه، رعاع الشاء، آدمهایی که چوپان هستند، گوسفندچران هستند، یتطاولون فی البنیان، اینا در ساختن عمارت با یکدیگر مسابقه میکنند. 1500 سال پیش پیغمبری خدا میگوید آدمهای پایلوچ، آدمهای گرسنه، آدمهای پول نادیده، آدمهای چوپان در ساختن عمارت از با یکدیگر مسابقه میکنند. یک تاش اگر دو تا ساخت دیگری سه میسازد، اگر داخلش تعمیرش دیگر باشد این رفته از دیگر دولت باز دیگر اوستاها را میارد. مسابقه در خانه اندازی میشود. گفتن حبیب خدا بعد از این مرد تصدیق کرد و از جای خود خیز رفت. حبیب خدا چند فکر کردن و بعد این فکر چیکار کردن؟ گفتن یا عمر اتدری من سائل، عمر این مرد که از من سوال کرد شناختی یا نشناختی؟ قلت الله و رسول اعلم. حضرت عمر میگوید گفتم چی گفت؟ الله و رسولش داناست، من ندانستم این کیست. فقال رسول الله هو جبرائیل علیه السلام، این جبرائیل بود. گفت این حضرت جبرائیل ملائک مقرب پروردگار آمد. اتاکم یعلموکم من امر دینکم، رواه مسلم. این گفت آمد به خاطر اینجا با ما صحبت داشت تا که شما را به دینتان شناس کند، تا که شما را از اسلام و ایمانداریتان آگاه کند که اسلام چیز، ایمان چیز، احسان چیز، قیامت چیز. این جبرائیل بود. ببینید حضرت عمر رضی الله عنه با زمانی که رسول اکرم همیشه با او هم صحبت داشت، جبرائیل هم در حال حیات دیدگی بودند. دیدن جبرائیل هم این فضیلت حضرت عمر رضی الله عنه را نشان میدهد. حضرت ببینین برادرای عزیز، مشرق و مغرب در زیر تصرف حضرت عمر بود. ما اگر امروز دادرای عزیز، من فقط خودمانم مثال بیارم زیرا که امروز منم از حال جامعه آگاه هستم. اگر ما و شما خدای نکرده 4 سوم صاحب باشیم یا یک کمتر احوال بهبودی در ما و شما رسیم، باور کن آنچنان کبر ما و شما را فرا میگیرد که دیگر به مردم خدا باور کنین سلام نمیکنیم، حتی سلام نمیکنیم. حالا که رسول اکرم، ببین سخنان حضرت رسول اکرم من برای شما میگویم و حضرت عمر سرچشمه تواضع و خاکساریش از سخنان رسول اکرم بود. ان الله اوحى الی، رسول اکرم گفتن که خداوند بر من وحی کرد، بر من سفارش داد چیکار کن؟ ان تواضعوا. ببین بر من سفارش داد این که ای رسول اکرم، ای حبیب خدا، همیشه با مردم با تواضع باش، خاکسار باش. حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، رواه مسلم. بین حبیب خدا را چی گفت پروردگارش؟ تواضع کن حتی فخر نکند یکی از شما بالای دیگری شما، سرکشی نکند یکی از شما بالای یکی از شما. سفارش خدا به پیغمبر بود. حضرت انس میگوید وقتی که به کوچه میگذشت به کودکان سلام میداد. کودکان دا وقتی پرسیدن این عمل برای چه انجام میدهی؟ حضرت چه گفتن؟ کان النبی یفعلوه، بود که پیغمبری خدا را میدیدم که با کودک ها این چنین معامله میکرد، کودک ها را سلام میداد، با کودک ها تواضع داشت. پیغمبری خدا گفتند کسی اگر تواضع از برای خدا میکند الله شرف او را بلند میگرداند. حضرت عمر با این تواضع خود که دنیا گویم اکثریتش در زیر تصرف بود، به خدا قسم آنچنان تواضع داشت که عقل بشریت وی نمیگیرد. اگر من از حکایه های این مرد حکمران، این مرد پادشاه، این مرد که گویم این قدر سیاستی بلند داشت، تواضع های او را برای شما بیان کنم، شاید که شما این چیز افسانه شونه، شاید که شما، زیرا که شما انسان های در روبرو شدین که صاحب منصب و صاحب پول شدن، دیگر مردم خدا را که پسند خاطر نکردن فکر میکنه که وی هم همچنان بود. نه، وی از این خالی بود. طلحه میگوید یک شب نگاه کردم که حضرت عمر پنهانی یک خانه در آمدن.
یک خانه در آمدن، از این خانه بر آمدن خانه دیگر در آمدن. سحر شد، طلحه میگوید برای تفتیش آمدم. راستی بار طلحه میگوید من گمانی بد کردم که حضرت عمر در این شب تاریک کسی را خبر نداده، پنهان پنهان برای چی این خانه در آمد و خانه دیگر در آمد. گمانی ناخوب بود. طلحه میگوید یکی وقتی روز شد آمدم میگوید این خانه را نظارت میکنم، یک زن بالای کرپچه خواب هست. در حال میگوید از این زن پرسان کردم ای خواهر عزیز، این مرد که امشب آمده بود به خانه تو بهر چی آمد؟ آن زن حتی نمیدانست که این عمر از خانه او می آید. کار ببینین، کار خالص از برای خدا را کردنش ببینین. هر کاری که میکرد به مردم تماما خبر نمیداد. بعد گفت برای چی میپرسی؟ نگو برای من در کار است. گفت من یک زن پیران سالی هستم. گفت بچم چشم هم نمیبیند و این چونین قوت پرتافتن این اخلاط خود در کوچه ندارم. این مرد خدا برکات دهد کسی باشد می آید خانه مرا جاروب می زند و این اخلاط مرا بیرون می پرتاید و از خانه من هر شب بیرون می شود. عقلی کی؟ باور کنین آیا عقل بشر همین میگیرد؟ یک آدمی که اینقدر تصرف بلند، اینقدر گویم که جهان در زیر نگین این حضرت بود، بازم این خانه یک کمپیر که نابیناست رفته جاروب میزند، اخلاط او را در بیرون میپرتاید. عقل کی میگیرد؟ عقل هیچ کس نمیگیرد. یا حضرت حکایه های دیگرش خیلی گویم که انسان در رغبت میارد، انسان گویم باور که بیدار میشه، انسان اصلش خبر میدهد که باید که ما با تواضع باشیم، باید خاکسار باشیم، هر چی باشیم نباشیم باید خاکسار باشیم. وقتی که حضرت به ملک شام میرفتن یزید ابن ثابت میگوید به خدا قسم لباسی که او پوشیده بود و به ملک شام میرفت که در اونجا تمام عالم های ملک شام که میری آن شهر ابو عبیده ابن جراح بود انتظار این در برآمده بودند. چه از یک پادشاه وقتی که می آید تمام حکومتدارا استقبال او را می برآیند. ابو عبیده ابن جراح همراه تمام یهود و نصرانی و دانشمندها پیشواز حضرت عمر در برآمده بودند. حضرت زید ابن ثابت میگوید لباس هایی که در تن حضرت عمر بود به خدا قسم به چشم خودم دیدم، در یک کرته که پوشیده بود در سر هر دو شانش 4 پارگی از پوست داشت و در ازاری که پوشیده بود 12 پارگی داشت. با این لباس ملک شام سفر میکند و در شام به مردم صحبت دارد. وقتی که به شام نزدیک می شود در راه با غلام، یک غلام داشت، یک نگاه بین میکردگی آدم داشت خطی خود، اسلم نام داشت. با او چیکار کردن؟ با او شرطنامه بستند 1 کیلومتر من سوار میشوم، 1 کیلومتر تو سوار میشوی. همچنان تا ملک شام رسیدند نوبت غلام آمد. دویده آمدن نماینده های ابن جراح، حضرت بالای اشتر خودت سوار شو، غلام از پایان کن، تمام نماینده ها در استقبال تو هستند. حضرت عمر گفتند من از این گفتگوزار مردم گفتم باکی ندارم، قسم به خدا آن عزتی که به عمر رسیده است از اسلام رسیده است، نه از لباس عمر رسیده است. با این گونه لباس و با این گونه سوار شدن غلام داخل شهر شام شدند. اینا کی کرده میتواند؟ همه این از تواضع حضرت عمر است. انشاءالله من جمعه آینده از قصه هایی که کمی طولانی تر هستند، کمی گویم که وقت میگیرند، که از تواضع حضرت عمر عبارت است، من برای شما انشاءالله حکایه میکنم و من با گوش هر کدام شما میرسانم. الحال که وقت انجام یافتند و در اینجا در حق بعضی از برادرها دعا کردن من در کار است. یک برادر از قرغان تپه همین سحر از ما سوال یعنی خواهش کردن که با جمعیت دعا کنید که خداوند ما را صاحب فرزندی سالم و صالح گرداند. خدا این فرزند، این برادر ما را صاحب فرزندهای خوب و سالم و صالح گرداند و تمام برادرای مسافری که در پریبالتیکا و در سوردلاوس و در مسکو و دیگر دولت‌های اون بود و ما هم زنگ زدن که با جمعیت در حق ما دعا کو خدا همه این برادرای مسافری ما و شما را
با دستی پر و با مرادهای حاصل شده و خانه هاشون خداوند صحت و سلامت رساند. آمین یا رب العالمین. خب برادر میری سرابک از خشکسنگا خدا نگهش دارد، از همونجا برای جمعه ادای جمعه به همین جمعه ما و شما میآید. اینجا یک مبلغ هم جدا کردن که برای آبادی همین مسجد صرف کنید. خب در حق بابای استا اکابر که نو از دنیا گذشتن دعا کنید. بابای استا اکابر یعنی گذشته بودن، خدا رحمت و مغفرتشون کند. در حق برادری که یک ماشین قم آورده است، این یک برادرمون به نزدیکی یک ماشین قم آوردن برای همین آبادی مسجد. خب برادر بهرام کمک کرده است، در حقشون دعا میکنیم انشاءالله. سمنت و در حق استاهای مسجد و خدمتچی های مسجد دعا کنید که خدا برکتشون دهد. هر روز در اینجا البته کارها رفته ایستادن. خب برادر محمد علی 2 دانه ستون مسجد را دادن، برای داخل شدن در این مسجد 2 ستون روان کردن. در حق کسانی که در صندوق خیریه صدقه کردن دعا کنید. خب یک برادر از محله کوهدامن برای کشت و کار گفته دعا کنید گفتند. خب در بین مهمانان 2 نفر فرزندان بابای آخوند ملاسفر مرحوم بابای عبدالفیض و عبدالصمد هستند، در حقشون گفتند دعا کنید. اینجا مهمانایی که در مسجد ما و شما حضور دارند. و دیروز یک برادر دیگر هم احمد از دنیا گذشته بودند، تا در نظر آشپز همه شما میدونید. در حق این برادر هم دعا کنیم خدای مهربان همه این گذشتگان رحمت و مغفرت گرداند و همه این برادرهایی که در این مسجد کمک کردند و همیشه غمخوار مسجدند، برای آبادی مسجد سعی و کوشش ها دارند، خداوند آرزوها و امیدهاشون حاصل گرداند. و همه آن مهمان هایی که در این مسجد ما و شما حضور دارند، خدا در هر قدمشان حسنات کتابت فرماید و جمله سیئات ایشان خداوند مغفرت گرداند. و همه شما را خدای مهربان تا جمعه آینده در حفظ امانش نگه دارد. آمین یا رب العالمین. و اینجا یک برادر دیگر هم برای باران گفتند که دعا کنیم خدای مهربان. باران هم این رحمت الهی هست، از ضرر و فایده باران الله خودش درکدار است. اگر باران این روز برای منفعت بندگانش باشد، خدای مهربان این رحمتی خودش نازل فرماید و آن آرزو و امیدهایی که در دل این بندگان زمیندار هست، دهقانها هست، که مقصود اینها هم البته صاحب نان و آب شدن است، کمک کردن به یک برادر مسلمان هست که سبب همه این البته آمدن باران می شود. خدای مهربان این آرزو این نیت های بندگانت را حاصل گردانی. آمین یا رب العالمین.